سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علیرضا وحدانی هستم از کافه تدوین دات کام و توی این ویدیو که حالا میشه گفت زیاد ربطی به ادیت نداره و یکی از آموزش‌های کاربردی که و میدونم تقریبا نیاز میشه که هر کسی این آموزشو بدونه تو این روزا که همه در واقع سرور ویتورایی دارن، واسه خودشون وی پی ان رانندگی کردن و برای اینکه آی پی سرورشون بلاک نشه اومدن سایت‌های ایرانی از سمت سرور بستن و این مشکل به وجود میاد زمانی که بخوان وارد اپلیکیشن ایرانی یا حتی سایت‌های ایرانی یا حتی پیام‌رسان‌های ایرانی بشن، مجبورن که وی پی انشون رو خاموش بکنن تا دسترسیشون مجدد برقرار بشه. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون نشون میدم چجوری میتونیم ترافیکی که به سمت سرورهای داخل و همینطور آی پی های ایرانی میره رو دایرکت بکنیم و دیگه نیاز نباشه که وی پی انمون رو خاموش و شم بکنیم. این کار از سمت سرور انجام نمیدن، چون با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادم زمان این کار انجام میشه که یعنی جواب میده که سرور ما در واقع تانل شده باشه. در اون صورت میشه دایرکت رو انجام داد. خب بریم ادامه ویدیو. تو نرم افزار بهتون نشون بدم. حالا برای تلفن همراه که واسه آیفون هم نرم افزار وجود داره مثل شادو راکت یا فاکس ری یا حتی استریسند که هر دو تاش هم میتونید استفاده کنید. روشش هم تو اونم به یک صورت فرق نمیکنه. برای گوشه اندروید هم توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم و آموزشش رو بهتون یاد میدم. خب برای اینکه بتونیم رهبه کار عملی رو پیش ببریم بریم توی نرم افزار که بهتون روشش رو بگم. خب برای این کار میام تو گوگل سرچ میکنیم ایران هاستد دامین و اینجا که سرچ کردیم توی پیج گیت هاب این رو وارد میشیم و از این قسمت آخرین نسخه بروز شده سایت های داخلی رو دانلود میکنیم. میایم اینجا چون میخوایم توی ویتورا استفاده بکنیم میایم فایل به اسم iran.dat رو دانلود میکنیم. بعد از دانلود کردن این فایل کات میکنیم و میبریم توی مسیری که ویتورای ما رو اونجا اکسترکت کردیم، چون ویتورای فایل نصبی که نه به صورت پورتابله. من به صورت پورتابل اینجا اکسترکتش کردم، توی درایو سی گذاشتم و میام توی پوشه بین. پس چی شد؟ مسیر ویتورای و بین میام اینجا پیست میکنید. پیست که کردید حالا میاد ویتورای باز میکنید. برای این کار بعد از روتینگ ستینگ کمک بگیریم. میام اینجا ستینگ روتینگ ستینگ وارد میشیم. به سه تا رول پیش‌فرض اینجا هست کار نداریم. کلیک راست میکنیم یه رول جدید ایجاد میکنیم. میایم اسمشو میذاریم ایران و قسمت دامن استراتژی رو میذاریم روی گزینه دوم و از این قسمت دوباره کلیک راست میکنیم رول اد رو میزنیم و از این قسمت پروکسی رو میذاریم رو دایرکت. اگه شما از سمت سرور دامین‌های ایران رو بلاک نکردید و میخواید از اینجا بلاک بشه میذارید رو بلاک. اما نه، اگه از سمت سرور بلاک کردید و میخواید هنگام استفاده دامن‌های ایران دایرکت بشن میاد رو دایرکت کلیک میکنید. بعد این قسمت میاد چیکار میکنیم؟ می‌نویسید ext، یعنی اینکه فایل اکسترنال بیاد بخونه iran.dat:all، یعنی بیا از فایلی که ما اونجا قرار دادیم بیا استفاده کن و یه کاما میذاریم. ما می‌نویسیم jo_ip:ir. همین. دقت کنید که دقیقاً همین عبارت باشه، نه کمتر نه بیشتر، هیچ چیزی هم اضافه نباشه. کانفرم رو میزنیم و روش کلیک میکنیم، کانفرم رو میزنیم و مجدد کانفرم اینجا میزنیم و از این قسمت روتینگ میایم روی ایران قرار میدیم. یه بار دیگه ریلود میکنیم و مجددا میایم ویتورای رو روی سیستم پروکسی قرار میدیم. خب در این صورت سایت خارجی، برای مثال ما فیسبوک رو بزنیم، فیسبوک برای ما باز میشه. حالا ببینیم دقیقاً کارشو درست انجام میده یا نه. یا بریم دایرکت میکنه آی پی رو یا نه. می‌نویسیم چی؟ آی پی. یه سایت داخلیه که میاد آی پی ما رو نشون میده و میبینید که همون آی پی ایران رو داره به ما برمیگردونه. دقیقاً آی پی ایران ماست. و حالا بیایم تو سایت مای آی پی ادرس ببینیم اینجا چی آی پی ایران ما رو نشون میده یا نه و میبینید که دقیقاً نه، آی پی سرور وی پی ان ما رو به ما نشون میده. پس دقیقاً داره درست کار میکنه. پس بیا یه تست دیگه بکنیم. بریم توی موبایل بانک ها مثل سامانه بام. میبینید که بام داره بالا میاد، بانک مهر ایران داره بالا میاد، هیچ مشکلی نداره. دیجیکالا رو من باز میکنم، میبینید که خیلی راحت دیجیکالا بالا میاد. سایت های دیگه ایتا رو من میزنم،
حتی پیام رسان شما برید بالا میاد. در نتیجه داره کار خودشو درست انجام میده. خیلی خوب، امیدوارم از این آموزش کاربردی لذت برده باشید و تونسته باشید ترافیک ایران رو دایرکت بکنید به همین سادگی روی تلفن همراهتون و همینطور روی ویندوزتون. مطمئنم این آموزش به درتون میخوره. حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. میبینمتون تا آموزش‌های بعدی. فعلا.